برادرای عزیز طلاق ندهید. اگر رفت و طلاق دادنی باشه 2 ماه 3 ماه امکانیت دارید فکر کنید، آموزید، سنجید. وقتی که به خلاصه قطعی رسیدید، استخاره خواندید، مصلحت کردید، هم با همون زن هم با دیگرها، که به همین خلاصه آمدید که یگانه راهی خوشبختی شما جدا شدن است. الله تعالی طلاق را راهی نجات از 2 جفتی که زندگی آنها دوزخ است. اینا یا شخصیت ها هستن که با هم دیگر درست نمیگیرن، اینا اصلاح نمیشن. اینا وقتی که با هم دیگر زندگی میکنن حیات اینا بدبختی میشه. اینا جدا شدنشان بهتر است برای هر دوشان. همین خیلی باشد. به همین خلاصه که آمدید بعد استشاره و استخاره و یه طلاق میدهید. یه طلاق با همین مسئله حل میشه. و همین برو شوهر میکند، عدش که برآمد، شما هم میتونید در حال زن گیرید. حاجتی 3 طلاق دادن نیست. بنابراین این خیلی طلاق ها، این خیلی شرط ها، این خیلی قسم ها، و فلان جا رفتی تو 3 طلاق، و فلان کار کردی تو 3 طلاق نگویید. آخر کاش که در همون سخنتون می ایستاده و پشیمان میشید و درمدر میگردید. یا ملایی میکاوید که به فایده شما حکم کنید.